به نام خدا. شاید بر شما این مشکل پیش شده باشه، چندین دقیقه یا چندین ساعت روی یک فایل ورد کار میکنین ولی در اخیر بدون از اینکه صفحه را ذخیره بکنه ممکن کامپیوترتون خاموش شوه و یا هم صفحه را بدون ذخیره شدن ببندین. آیا این فایل ها قابل بازیابی است؟ بله. اینکه چگونه؟ میایم و یک صفحه ورد باز میکنیم. خب یک صفحه سفید، در این قسمت میتونیم یک متن برش بنویسیم. مثلا نوشته میکنیم FG و یک متن بیدام ازیم مینویسیم، روی انتر میزنیم. قسمی که میبینیم چندین صفحه برای ما در ورد ایجاد شد. حالا بدون از اینکه فایل را سیو بکنیم و یا ذخیره بکنیم میایم سمت راست و روی علامه چلیپا میزنیم تا صفحه برای ما بسته شود. این قسمت هم کس ما پرسان میکنه برش میگیم که ذخیرش نکن. حالا امکان داره که شما اشتباها همین کار انجام داده باشیم. صفحه را بسته کردیم ولی بعدا متوجه میشیم این صفحه مهم بوده، باید دوباره این فایل ما شما بازیابی بکنیم. چگونه بازیابیش بکنیم؟ میایم دوباره در قسمت سرچ نوشته میکنیم ورد، روی انتر میزنیم، صفحه ورد بر ما باز میشه. بعد میایم سمت بالا قسمت فایل کلیک میکنیم، گزینه انفو، بخش اخیر منیج داکومنت. وقتی از کلیک بکنیم ببینید یک گزینه به نام ریکاور آن سیف داکومنت بر ما ظاهر میشه. روی از این قسمت کلیک میکنیم. حالا میبینیم فایل هایی که ما اخیراً همراه زونا کار کردیم ولی بدون از اینکه ذخیره کرده باشیم پنجره را بستیم را بر ما لیست میکنه. روی از این قسمت کلیک میکنیم و بعد هم برش میگیم اوپن تا فایل بر ما باز شود. قسمی که میبینیم فایل را که ما قبلا بدون ذخیره شدن بسته کرده بودیم دوباره ریکاوریش کردیم و میتونیم خیلی راحت بر از این فایل دسترسی داشته باشیم. امیدوارم که مفید تمام شده باشه.